به نام ایزد توانا. امروزه در ایران عزیزمان متاسفانه تعداد زیادی از مردم به دنبال گنج می باشند و این راه برای خود شغلی انتخاب کردند و در حال کاوشگری هستند. 40% این افراد که در ایران به دنبال گنج می باشند، فقط 3% از آنها در این حرفه موفق هستند و 37 الی 32% همیشه ناکام می مانند. متاسفانه در این میان سودجویانی با اهدافی اهریمنانه و سوء استفاده از روحیه نرم و ضعیف این افراد به عنوان کارشناس و یا اپراتور حرفه‌ای فلزیاب پا به میدان گذاشته‌اند و با این روش جیب خود را به طرز مافیایی پر می‌کنند و تأسف بیشتر در این میباشد که مابین این کارشناسان 5% کسانی هستند که از رشته کاوشگری باستانی سر در می‌آورند و این افراد به راحتی خود را شناخته شده نمی‌کنند و بقیه این افراد همان کارشناس نماهای بیرحمی هستند که با کمال بیرحمی به کار خود ادامه میدهند و جالب اینجاست که همان حفار اگر به خودش باور داشته باشد و از تجربیات خودش استفاده کند، یک سر و گردن از این افراد بیشتر می باشد. امروزه بنده بنا به وظیفه خود در این عرصه باستانشناسی و تاریخ و کاوشگری در دنیای مجازی وارد خواهم شد و در صدد این می باشم که راه درست و عملی را به عزیزان کاوشگر معرفی می کنم و در کنار این عزیزان می باشم تا دیگر در این راه بتوانم کاری کنم که هزینه نکنند و وقت و زمان گرانبهای خود را هدر ندهند و اگر زمانی تصمیم به کاوشگری گرفتند به طریقه درست و منطقی این کار را انجام دهند.